أينما كنا أينما کسی که خدا را راضی بکند به خشم مردم را خشمگین کند، مردم را ناراض کند، ولی اما الله را از خود راضی بکند، الله کفایت مردم را می کند. چه معنا؟ الله از شر مردم او را حفاظت می کند. کسی که خدا را خشمگین کند و مردم را از خود راضی بکند و خشنود بکند، وکله الله الی الناس، الله او را به مردم واگذار می کند. در خانه، در مجالس، محافل عروسی منکرات را می بینید، اما با سکوتت می خواهید آنها را خوشحال بکنید. پدر بزرگوار، حاجی صاحب بزرگوار، ملا صاحب، مولوی صاحب، گاهی اوقات می خواهید از این طریق محبوبیت پیدا بکنید در میان خانواده و در میان منطقه‌ات. چیزی نمیگویید، میگه گم کو کسی از ما خفا نشود. والله این سکوتت به خاطر رضایت مردم است و این سکوتت در نتیجه خشم الهی را در پی دارد، نه اینکه مردم از تو راضی نخواهند شد و خوشنود نخواهند شد، بلکه بالعکس یادتان باشد که روزی خواهد آمد که تمام مردم بر علیه تو خواهند بود. و الله سبحانه و تعالی می فرمایند والله و رسوله احق ان یرضوه ان كانوا مؤمنین. الله و رسولش سزاوارند که باید آنها را راضی کرد. اگر شما مؤمن هستین باید در پی رضایت و خوشنودی الله سبحانه و تعالی باشین. بناهن در تمام کارهایت رضایت الله را در نظر بگیر. وقتی که چنین کنید خود به خود در میان مردم قبولیت ایجاد می شود برای تو، همه به نظر احترام نگاه می کنند به تو، هرچند که در ابتدا کاری را که انجام داده اید سبب ناخشنودی مردم شده است، اما نهایتا الله چون مالک قلب هاست قلبها را به سوی تو می گرداند و تو قبولیت خواهید داشت در میان مردم، مقبولیت خواهید داشت در میان مردم. نباید به سخنان مردم توجه کنید چون تو را از درون می شکنانند. یک قاعده را امروز بدان و توصیه را بشنو. هر کسی که در مورد تو سخن میگوید، هر کسی که در مورد تو سخن میگوید بدان که او میخواست مثل تو باشد اما شکست خورد. بدان که او میخواست مثل تو باشد اما شکست خورد. و هر کسی که گمان میکند که از سخنان مردم در امان است، دور از رویتان او انسان دیوانه و احمق است. قبل از آمدنم این جمله به چشمم خورد. مطالعه می کردم قبل از اینکه بیایم، همین چند دقیقه پیش این جمله ابن عیینه به چشمم خورد و بسیار زیبا آمد. فرمود من استغنا بالله، هر کس که به الله خود را مستغنی بداند، توکلش بر او باشد، واسطه اش او باشد و هم غمش این باشد که او را از خود خشنود بگرداند، احوج الله الیه الناس، الله مردم را محتاج او میگرداند. در طول تاریخ چنان بوده است. انسانهای متوکل، اولیاء الله، انبیاء علیهم السلام، آنها توکلشان بر الله بوده است و این مصداق قول الله سبحانه و تعالی را در نظر داشتن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر الله توکل بکند الله کفایت میکند او را. و من یتوکل علی الله فهو حسبه.